علیکم دوستان عزیز، کل هموطنان، آنهایی که ما را میشنوند میبینند. امروز در استودیو داور کمپانی یکی از حافظان بهترین سوخت زمین اختیار اقبال شاه. اکای اختیار شما را در این استودیو داور کمپانی خیر مقدم میگویم. تمنیات های خود را به مخلصان خود، به اهل شهروندان جمهوری تاجیکستان و علاوه خصوص به آنهایی که بیرون از تاجیکستان هستند تمنیات های خود را بیان میکنیم. بسیار تشکر زیاد محمد جان. اولو السلام علیکم با همه اونایی که ما رو تماشا کرده ایستادن، مخلصان و با همه هموطنان، کسی که عین حال ما رو تماشا کرده ایستادن، باز سلام خود رو، سلام گرم و جوشان رو میرسونیم. استودیو داور کمپانی یعنی آغاز کرد، تشکیل یافت، استودیو بهترین به حساب رفته ایستاده است. عین حال که در پایتخت عزیزمون وجود دارد. ما از همه خجل همینجا رای کشیدیم که پیش شما و دیدار شما بیاییم که تا که ثبت آواز ما رو و اون موزیکایی که ما شما میسازیم باید آمدیم. این حال در اینجا البته سوال ها آمده است که اختیار اقبال شاه شما کی کنسرت میمونید یا که کی صورت های نو شما باز پیشکش مخلصان میشود. البته برای همه که کاری که ما میکنیم این حال ساعت البته 11:30 است. اینا ببینید که کاری صنعتکار شب و روز فرق ندارد. یکی میشود که در نیم شب میخیزیم، یگون در کلمه یگون سرودهایی که میزنیم، یگون شعرهایی که میزنیم، اینا که رنگ حاضر شعری که ما قرائت کرده ایستادیم این حال در داور کمپانی است. البته من پیشکشی همه مخلصان گفتنی هستم که سرودهای نو تازه من این حال در داور کمپانی رفته ایستاده است. حاضر که ما در اینجا برای فرزند سرودی نو کرده ایستادیم، همچون аранжировщик میگن، همچون کامپوزیتور، همچون باز ثبت آوازگر. شما محمد جان با شما تشکر خود رو اظهار میکنیم. اولا با داور کمپانی تشکر خود رو اظهار میکنیم. بعد برای مخلصان عزیزم گفتنی هستم که البته با نزدیکی سرودهای نو تازه من پیشکش مخلصان میشد. انشاءالله نصیب است که ما با پایتخت عزیزمون در نقشه داریم که انشاءالله کنسرت خود رو برگزاریم. با قریبی 10 سالگی یعنی گروهی اقبال شاه در خوجند اینها در نقشه داریم. نصیب ماهی مای یا که ماهی سپتامبر میشود. در اینجا مخلصان گفتند که شما ثبت آواز خود رو در کجا میکنین یا که با کدام مقصد میکنین یا که صورت شما رو کی مینویسن. البته مخلصان عزیز من ایستادین برای محمد جان در داور کمپانی حضور دارد. البته ما از خوجند آمدیم که برای همین آدم که ثبت ما رو کنم بعد موزیکای صورت‌های نو مرا این کس میکنم. ما از همون خوجند هیجان نداشته، وقتی خود رو دریغ نداشته با داور کمپانی آمدیم. باز یک بار دیگر میگم با همه مخلصان داور کمپانی این است. البته استودیویی که از همه هم در پایتخت بهترین رفته ایستاده است. حالا من با داور کمپانی مینادوری خود رو بیان میکنم. انشاءالله تا آخران به پیش رویم. زنده باشید اکا جان. باوری داریم که هر آهنگی که هر آوازی که هر یک شعری که در همینجا ثبت می شود ایجاد بشود خدا خواهد پسند مخلصان میگردد و مخلصان نیست البته این را بها میتیند. سلامت باشید که اختیار شما را خوش آمدید میگوییم به شهر دوشنبه پایتخت عزیزمان و خیر مقدم میگوییم. داور کمپانی همیشه با داور کمپانی باشید دوستان عزیز. داور کمپانی از آرزو با موفقیت.